چون یه جواب میشه یه چیزی حسری باکش تمام میشه نه باتری داریم بعد بده عوض شد دیگه باتری داریم اون زود میبنده خودش رو ببنده سر بازار دیگه سر خدا نه نگران نبود چقدر هر بازه چقدر چون کسی نمیتونه اینقدر توقعه که اصلا امیده که زنگ بزنه درگیر ماشینا شد باید بیاد یا باید حاجرا بود امید رو زنگ میزنم که بیادش در میاد درگیر ماشین شده ایمیل کنه بیاد هیچ بابک بود برای گزارش تو گزارش صفحه زنده بریم داره میاد سلام سلام شما مخلصی ولی تو نمایی بر مطابق رانسته هیچی وجود نداشت یه سری وسط فضای تحقیقات هم مال میدانی اومدیم توی حالا شیرکیاز کده همانی نشد میگه خود چیزا رو مونم ولی سر خون مسی بکنه رفیق هم آره چون که فیلم که تحقیق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبطي الرحمة وإمام الهدى
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة. نمیان. خب عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام عزیزان. عذرخواهی میکنم ازتون اگر یه مقدار حالا شاید از تو متوجه شدین حالم آشفته بود، چون من دیشب پدرم حالش خیلی بد بود، ما بیمارستان بودیم و امروز هم با زور و زحمت من تونستم خودم برسونم. قبل از هر چیزی عذر میخوام از همگی اگر که امروز خیلی سر حال نبودن. خدمتتون عرض کنم که هفته‌ای که گذشت ما یکی از ورزشکاران اتومیرانی را از دست دادیم. ورزشکار خوب اصفهانی جناب آقای اشکان بهش‌آیین رو. همچنین جا داره یاد پوریا حسین عزیز رو گرامی بداریم و همچنین یاد بازیکن تیم ملی و تیم پرسپولیس آقای مهراد نیاوند که این مسابقه مزین به نام ایشون شده است. برای شادی روح این عزیزان بخوانید اجماعاً فاتحه. خدا رحمت کنه این عزیز رو. خب دوستان عزیزم، جا داره که قبل از هر صحبتی تقدیر و تشکر بکنم از هیئت محترم موتورسواری اتومیرانی استان البرز و در رأس اونها جناب اردشیرخان درویشی که زحمت کشیدن و این مسابقه رو به عنوان میزبان بودن و همچنین جا داره از تیم میزبان و تیم اجرایی که شبانه روزی کار کردن به مدیریت آقای مهدی شهری و تیم خوبشون، همچون دوستان خوبی مثل آقای حامد سلیمی، آقای رضا روستایی، آقای محسن جمالی و دیگر عزیزان. حالا اگر عذرخواهی میکنم اگر اسامی یادم رفته یا الان فراموش کردم. جا داره که یه تشویق جانانه این عزیزان رو خب تو هفته‌ای که گذشت ما شاهد رویدادهای زیبایی در خارج از کشور بودیم. آقای حامد سلیمی و کیارش زاررفی تونستن در مسابقات کراس کانتری در کشور امارات متحده به مقام قهرمانی برسن. حامد جان تبریک عرض می‌کنم. کیارش ممنونم. پرچم ایران رو بردید بالا، پرچم آفریقا رو بردید بالا. همچنین دو عزیزی که در مسابقات ترکیه تونستن به مقام در کلاس استو به نظرم بود به مقام اول یعنی قهرمانی و نایب قهرمانی برسن، جناب آقای محمد رضا صبوری و آقای قاسم وکیلی. تشریف ندارن؟ آقای قاسم وکیلی و آقای محمد صبوری نیستن؟
خب اگر نیان 3 ثانیه پنالتی میخوره، از الان بهتون بگم سرپرست تیمشون بره بیارتشون. همچنین آقای علیرضا نعمتی هم تا جایی که خبر دارم تو ارمنستان مقام آوردن. درست میگم آقای علیرضا جان؟ به افتخارتون لطفاً بلند شید علیرضا جان. بچه‌ها رو می‌بینید. خب چون میدونم یه جلسه بسیار مهمی ساعت 7 بچه‌های البرز دارن، میخوایم صحبت رو کوتاه کنیم. متاسفانه فدراسیون بدقولی کرده و احکام مربوط به راند اول رو هنوز به ما نرسونده. امیدوارم تا جمعه دستمون برسه. از دوستانیمون که مقام آوردن در مسابقات رودسر خواهش میکنم که حالا اعلام خواهیم کرد در پایان روز مسابقه جمعه تشریف داشته باشن تا احکامشون احکام انفرادی داده بشه. همچنین همینجور که میدونید ما در حقیقت 2 مسابقه داریم برگزار میکنیم. یک مسابقه آفرود و یک مسابقه UTV. از بچه‌های UTV سوارم خیلی ممنونم که حضور دارن اینجا و امیدوارم که شاهد یک مسابقه ایمن و همچنین بانشات باشیم. خب آقای قاسم خان و آقای علیرضا اومدن، به افتخار عزیزان یه کف احترام بزنید. مقام قهرمانی و ملک قهرمانی در مسابقات ترکیه که فکر کنم مدیر برنامه‌شون هم آقای علی خضری بودن تا جایی که می‌بینم. آقای علی خضری هستن، به افتخار ایشون هم زحمت میکشید همتون بدون ادعا و با هزینه که از جیبتون انجام میدید میرید و کسب مقام میکنید. دستتون در نکنه. شما سرمایه های این رشته و سرمایه های این مملکت هستید. من صحبت رو کوتاه میکنم چون صحبت های فنی و صحبت های داوری هستش. قاسم 35 مسابقات جام قهرمان اروپا تو یونان. بله. البته ما قاسم 35 رو تو راند اول گفتیم، هم تشویق کردن، آقازاده‌شون اومده بودن، ولی خب جا داره از آقای قاسم 35 اگه هستن مسابقات یونان قاسم هم نیست. خب آقای علی 3 ثانیه به ایشون هم پنالتی خورد دیگه. بحثات دوستان ببینید قانون میگه کسانی که در کلاس توجیه نباشن در صورت اعتراض 3 ثانیه میخورن. حالا این کلاس توجیهی از زمانی که ما اعلام میکنیم شروع میشه. من خواهش میکنم که دوستان اگه بیرون هستن زنگ بزنیم بیان که اگر اعتراضی انجام بشه ما مجبوریم 3 ثانیه رو منظور کنیم. این قانونیه که توی آیین‌نامه به درست یا به غلط دوستان، آیین‌نامه کتاب ماست، کتابیه که ما میتونیم فقط از روی اون بریم. اگر ایرادی داره من خواهش میکنم دوستان عزیز رؤسای کمیته ها برام بنویسن ایرادهای کار رو. مطمئن باشید که برای سال آینده ما تغییرات رو اعمال خواهیم کرد. من از تمام بچهای آفرو، تمام بچهای UTV سوار تشکر میکنم و امیدوارم که در پایان روز جمعه همه شاد و شنگول باشن از اینکه قهرمانی به دست آوردن. 2 تا ماشین متاسفانه از مسابقات ما حذف شدن. من واقعا شرمنده این دوستان هستم. یه ماشین از قزوین، استان قزوین، یه ماشین از استان کرمانشاه. ببینید دوستان ما خیلی در مورد رولبارها صحبت کردیم و واقعیت همینه که اگر ما بیاییم و این عزیزان رو قبول بکنیم بی احترامی کردیم به اون تعدادی که رولبارهاشون رو درست کردن، هزینه کردن و این امکان پذیر نیست. اگر قابل اصلاح باشه دوستان صحبت میکنن تا فردا هم بهشون زمان میدیم که اصلاح بکنن. اما اگه مثل 10-15 تا ماشینی که فرستادیم تا اصلاح بشه، اگر قابل اصلاح نباشن و رد شده باشن مطمئن باشید که هیچ نیرویی نمیتونه اینها رو برگردونه. من امیدوارم که دوستان به این مسائل توجه کنن. ببینید من فکر میکنم این قانون در حقیقت از سال 95 که بود در مورد رولبارها اجرا نمیشد، با نظر خود رئیس کمیته ها در حقیقت این اجرا شد. یعنی من وقتی صحبت میکردم مثلا دوستانی که خارج رفته بودن خیلی با این امر موافقت میکردن که رولبارها باید تصحیح بشه و درست بشه چون با جان شما ارتباط داره. و الان هم میبینید ما سری قبل 80 نفر راننده داشتیم در آفرود، الان فکر کنم 50-55 نفر باشه. یعنی تایم میزدن به فرض مثال آقای
حامد سلیمی مثلا 3 دقیقه و 50 ثانیه، بعد می‌دیدیم که مثلا در همون کلاس تایم زده 5 دقیقه و 20 ثانیه. خب اون افرادی که 5 دقیقه‌ای بودن حرفه‌ای نبودن، الان اونها رفتن کنار. من فکر می‌کنم که ما الان بچه‌هایی که اینجا هستن و خب اکثرشون هم من می‌شناسم دیگه جزو حرفه‌ای ترین بچه‌های آفرودمون بشن. یه جوری سرند شد. انشالله برای دوستان عزیز دیگه هم مسابقات نیمه حرفه‌ای و آموزشی خواهیم گذاشت برای کسانی که رولبال‌هاشون رو نتونستن درست بکنن یا تایماشون به حد مطلوب نبودش. انشالله اونها در اون مسابقات شرکت میکنن و بتونن خودشون رو در سطح شما عزیزان برسونن. من فکر میکنم الان یکی از حرفه‌ای ترین بچه‌هایی که تا حالا من میشناختم توی مسابقات شرکت دارن و بهتون بگم رقابت خیلی سختی خواهید داشت. خیلی مراقب باشید. مسیر ساده‌ای نیستش. مسیر حداقل بین 6 دقیقه و 30 ثانیه تا 7 دقیقه و 30 ثانیه مسیر شما دارید. من بارها اینو تاکید کردم توی صحبت‌هایی که با رئیسای محترم کمیته‌ها کردم. از لحاظ ذهنی، بدنی و ماشین و نیروهاتون رو تقسیم بکنید. اضافه کاری نکنید. پرش و اینجور کارا انجام ندید. مطمئنم که میتونید تو همین پیست هم، چون همتون خیلی شاید 70-80% میگفتین آقا پیستا زمانش کمه، زمان‌ها رو ببریم بالا. حالا زمان‌ها رو ما از 4 دقیقه و خورده رسونیم به 7 دقیقه. حالا ببینم چند درصدتون از این پیست میتونید بیاید بیرون دیگه. امیدوارم که همتون بیاید. من عرض خاصی ندارم. میکروفون رو میسپارم به آقای امید محمدی که در حقیقت کلرک مسابقه هستن و مسئول کل مسابقه هستن و جناب آقای قهرمان عزیزمون آقای فقیه نصیری که همتون میشناسیم داوری رو به عهده دارن، آقای زادمهر قلیزاده دبیر بنده هستن و جناب آقای حاج داوود حسین زاده ناظر کمیته هستن. ناظر از طرف فدراسیون نیستن، ایشون از طرف کمیته ناظر هستن و نظارت میکنن به کار بچه‌ها. امیدوارم که همتون سلامت باشید، شب زود بخوابید که بتونین فردا، حالا بهتون میگم چه ساعتی خواهد بود مسابقه، و شیطونی هم نکنید. با عزت. عرض ادب و احترام خدمت همه ورزشکارها و قهرمانان. برای همگیتون آرزوی موفقیت دارم تو مسابقه پیش رو. برای اینکه وقتتون گرفته نشه 2 تا مطلب خیلی مهم هست راجع به خطاها و پنالتی‌های این مسابقه. در واقع عملا میشه گفت ما پنالتی که ثانیه‌تون رو اضافه بکنه 5 ثانیه 10 ثانیه تو این مسابقه نداریم. شما یا حذف کامل میشین یا مسیر رو به پایان میرسونید. اولین نکته‌ای که هست بابت حضورتون تو خط استارته. بچه‌ها اینو خیلی خواهشاً کامل دقت بکنید. پیست چون تقریبا نزدیک 7 دقیقه است، ما 4 تا ماشین همیشه باید تو خط استارت آماده داشته باشیم. یعنی خودروی شماره 101 تا 104 باید تو خط استارت باشن. یه مثال میزنم که خواهشاً اینو قشنگ خوب گوش کنید. اگه به طور مثال خودروی شماره 103 با مشکل فنی مواجه شد، فقط و فقط تا زمانی وقت داره، یعنی اینجوری میشه خودروی 101 میره، 102 میره، به محض اینکه 102 تموم شد گوینده از زمانی که شماره 103 رو تو خط استارت میخواد 1 دقیقه زمان داره فقط خودش رو به خط استارت برسونه. نمیتونه بگه من ماشینم خرابه اول 104 بره بعد من برم. این یعنی 7. توجه کردین؟ حتما شما از زمانی که ماشین جلویتون رفت و نوبت شما شد فقط و فقط 1 دقیقه وقت دارین. اگه حالا تو اون صف ناخواسته 2 تا ماشین موندین عقب، از بغل راه میدن بیاین جلو.
اون مسئله نیست، ولی زمان نوبتتون فقط 1 دقیقه فرصت داریم. از زمانی که گوینده شما رو میخواد لب خط استارت کرونومتر میخوره تا زمانی که 1 دقیقه 1 دقیقه نیان حذف میشی. نگی ماشین بعدی من میرم و اینا، این نه. مطلب دوم در رابطه با خطای داخل مسابقه، خیلی خوب اینو توجه بکنید. تقریبا 97% پیست، یعنی میشه گفت شاید بگم 2 تا پیچه که یه ذره امکان این اتفاق هست. شما نمیتونید جایی عملا مسیر رو کوتاه بکنید، چون تماما مسیر مسابقه با گیت و لاستیک مشخص شده. بچه‌ها اون لاستیکایی هم که به صورت عمودی تو کل پیست گذاشته شده مثل گیت میمونه، مثل دروازه میمونه. یه سریایی که با تابلو مشخص کردیم، یه جایی هم که خطرناک بوده و جهت پیچ رو مشخص کردیم، تابلوهای قرمز گذاشتیم جاهای خطرناکو. میخوام بهتون بگم که شما از لاستیک تا لاستیک و از گیت تا لاستیک بعدی تو اون حد فاصل از هر جای دلتون بخواد میتونیم بریم، اما باید از داخل لاستیکا بریم و چنانچه با لاستیک هم برخورد بکنید داخل مسیر حساب میشه و خطری در نظر گرفته نمیشه. چون مسیر زیاده، خیلی بزرگه و مارشال هم تقریبا نزدیک 15 تا مارشال داریم که اینو میبینن. فقط زمان شما حذف میشین که از داخل 2 تا لاستیک یا داخل 2 تا دروازه رد نشین، کامل ماشین بره بیرون، گیت رو رد بکنین. زمانی حذفی که بر نگردین بیاین داخل پیست. یه چیز هم بهتون بگم، اگه رد کردین اومدین تو پیست نمیتونین دنده عقب بیاین و دوباره برین جلو، باید از بیرون گیت دوباره برگردین، از همون جایی که خارج شدین برگردین، حالا یا دنده عقب یا دور میزنین و میان از دروازه رد میشین. حالا سر پیچ اگه به گیت بخورین، اگه به لاستیک بخورین مسئله‌ای نداره، ولی نباید لاستیک رو رد بکنین از بیرونش. هر جای ماشین خورد مسئله نیست. پیست نمیتونید، تقریبا جایی نیست که بشه همچین کاری کرد، همش خاکریز داره. اگه کسی بخواد ببره به لاستیک بزنه امکان واژگونی و خطر داره. این راجع به این 2 تا مطلب و خطاها و حذف‌ها سوالی هستش؟ اگه هست هم الان بپرسین شفافش کنیم. هیچی؟ در رابطه با اعتراضات ما خب شما طبق روال و طبق آیین‌نامه تا 1 ساعت بعد از آخرین شرکت کننده که مسابقه رو تموم میکنه حق اعتراض داریم. بعد اون 1 ساعت دیگه اعتراضتون وارد نیست. اعتراض هم فقط توسط سرپرست تیم و مبلغ هر اعتراض هم 2 میلیون تومان هستش که حالا با درگیر کمیته هماهنگ میکنین و واریز میکنین و اعتراضتون بررسی میشه. فکر کنم خطا خیلی واضحه دیگه، گیتا بهش برخوردن بکنین خطا نیست، فقط مسیر رو ببرین و از بیرون گیتا رد بشین. جان گیت اونایی که با فلش زرد یا قرمز معلوم شد، ولی لاستیکای توی مسیر، لاستیکای توی مسیر اگر مثلا ماشین چرخید سرعتش بالا از پشت یه لاستیکه، ولی جلوی گیت نیست، یعنی گیت جلوتره. نه خیلی لاستیکا هم الان خدمتتون عرض کردم، کلیه لاستیکا، کلیه دروازه‌ای که با پلاک مشخص شده همه جزء گیت‌ها حساب میشه. یعنی شما اون لاستیکای داخل مسیر هم اگه از پشتشون برید باید برگردید به داخل مسیر. بین لاستیک ها، یعنی دقیقاً اون فاصله چند متری که بین لاستیک ها خالی اونجا هر چیزی رو نه چرخ هیچ مسئله نه، کدوم چرخاتون میخوره، ولی نباید 4 چرخ از پشتش از بیرونش بره. و بهتون بگم همون موقع مارشالای مسابقه همون لحظه پرچم میبرن بالا نشون میدن، ما میریم همون لحظه چک میکنیم پرونده داستان رو برای خودمون حداقل همونجا میبندیم، حالا اگه کسی بعدا اعتراض داشت بررسیش میکنیم. آرزوی موفقیت میکنم برای همتون. بله ببینید اگه کامل خواهشان گوش بدین بچه‌ها، 4 تا چرخ از پشت دروازه ها خارج بشه. من میگم شما هر جور ماشینت به اون گیت بخوره حساب میشه که شما داخل گیت رد شدی. بله آرزو موفقیت براتون.
حالا بذار من بیام تو سوال پسنجر موریک میتونه پسنجر ماشین بشینه؟ راند قبلی گفته بودیم دیگه. پسنجر موریک پسنجر چی میشه؟ پسنجری که توی ماشین نشسته میتونه پسنجر موریک نباشه؟ تو راند قبلی گفتیم بله میتونه دیگه. سوال دیگه نداری؟ فعلا نه. سلام علیکم. امیدوارم همتون حالتون خوب باشه و روز جمعه حالتون از امروز بهتر و یه مسابقه بسیار خوب و مهیج و در نهایت ایمن باشه و یه مؤثر هیچ کسی کم نشه. دوستان سختگیری هایی که توی این مسابقه از قبل اعلام شده بود بابت رولکیج ها و تقریبا میتونم بگم 99% شما زحمت کشیدید انجام دادید برای سلامتی و جان خودتونه. من مجبورم یک جمله رو بگم که خیلی جمله قشنگی نیست، ولی حتما باید یه اتفاق ناگواری بیفته، یه تعهد بگیریم. حالا راننده بعد از 3 ماه پیشم به همه دارم میگم، فکر کنم همه دوستانی که من دارم میبینم باهاشون صحبت کردم این حرف منو تایید میکنن که گفتن آقا نمیشه حالا این راندو بیایم بعد. من گفتم نه و خیلی هاتون هم گفتین که آقا نشه ما بزنیم بعد یکی دیگه بیاد نزنیم راش بدیم. فکر کنم همه تقریبا این حرف منو تایید میکنن. خدمت شما عرض کنم که تمام قوانین طبق آیین‌نامه توی این مسابقه رعایت میشه. حرکات نمایشی بعد خط پایان بدون شک حذف میشه. حرکات نمایشی قبل خط استارت مسابقه 1 دقیقه که آقای فقیه نصیر فرمودن که برای اومدن سر خط استارت سر تایم خودتون نهید. این که آقا 2 دقیقه دیر رسیدم، لاستیکم پنچر شد، ماشینم خراب شد، همه اینها تماما عین آیین‌نامه برگزار میشه. یعنی نیاز هم نیست کسی اعتراض بکنه که مسابقه بنده هستم میگم با شما طبق آیین‌نامه یه دقیقه نرسی که حذف. پس از اونجایی که یکی از دوستان حالا جاشم اینجا خالی آقای مسعود سلطانی چند روز پیش استوری جالبی گفت کی می‌خوایم پیشرفت کنیم. دوستانی که آقای فضلی، آقای قاسم 35 که مسابقات خارج رفتن حتما تایید می‌کنن، آقای سلیمی همش میریم اونجا میایم میگیم آقا چقدر اونا سر نظم بندن، خب ما کی می‌خوایم سر نظم برسیم. پس لطفاً تمام موارد دیگه ماشینی که مال سر خط استارت نمیدونم من کپسولا و توریا همه اینا رو چک کردم. حالا بعضی که شیشه دارن شیشه هاشون بالا باشه، 1 سانت شیشه پایین باشه حذف. تو مسیر مسابقه نگید سر خط استارت بالا بود تو مسیر مسابقه اومد پایین، کمربندت باز بشه حذف، کاپوتت باز بشه حذف. یعنی همه قوانینی که توی آیین‌نامه نوشته شده و نزدیک 7 سال 8 ساله که در اختیار همتون هست، حالا خوندید یا نخوندید دیگه مسئولیتش با خود شماست. تمام این قوانین از این به بعد اگه بنده حقیق زنده باشه و وظیفه این موضوع به من محول شده باشه رعایت میشه. بس خواهشم اینه که همینطوری که توی این 3 ماه وظیفه‌مون بود که اینها رو همه رو در اختیار شما قرار بدیم، حتی یه سری ایرادات رو هم از قبل رفع کردیم و توی به اصطلاح رئیسای هیئت استانتون ابلاغ شد توسط قلیزاده. دیگه بس دیگه جای گلایه‌ای نیست که بگید آقا من نمیدونستم حالا شیشم دیگه شد، کاپوتم دیگه شد. هیچ چیزی راه گذشت نداره به خاطر سلامتی تک تک. تمام رولبارها رو درست کردیم، من خودم اعلام کردم به شخصه من برای هیچ کسی رولبار نمیزنم که جنبه اقتصادی برای من نداشته باشه که فردا بگن آقا اگر این کارا رو کرده به خاطر پول میشه. چون من برای هیچ کسی رولبار نمیزنم، بچه‌ها استان خودم که همه رو زدن جز 1-2 تا مونده. پس تمام این کارا برای سلامتی خودتونه. و من هیچ وقت نمیخوام یه مؤثر کسی کم بشه که بعد بشیم شبیه کمیته دیگه که من اینجا اسمشو نمیارم که الان با 5 تا جای اون داره مسابقه برگزار میشه، چون هیچ کس دیگه اون اصالت‌ها رو رعایت نمیکنه. همتون هزینه کردین، همتون وقت گذاشتین، شب بیدار موندین به خاطر سلامتی خودتون. امیدوارم این مسابقه بسیار ایمن و خوب باشه. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، بعد از این جلسه دیگه بچه‌ها الورز دارم. اگر سوالی نیست من در خدمت شما هستم. جان الان کسی مسابقه میده، مثلا آقای محمد صادق مسابقه خانمش هم مسابقه میده، خودش میتونه پسنجر خانمش بشه؟ توی آفرود؟ تو مسابقه آفرود دارید صحبت می‌کنید؟ نه. تو آیین‌نامه داریم دیگه پسنجر نمیتونه راننده و راننده نمیتونه پسنجر بشه. بعد یه لحظه برای من یه پیغام رو واتساپ برام بده، من آیین‌نامه رو باید بفرستم که دیگه یه بار من بخونید دستت میاد. تو من پیغام بدی واتساپ گوشی من همین جلسه ببینم کجا رفت. اگر سوالی نیست من خدمتتون هستم. دوستان عزیز شماره ها رو میخونم. افرادی که شماره هاشون هستش
میان میگیرن، افرادی که نیستن 3 ثانیه پنالتی خواهند کرد. الان ما یه اعتراض هم داشتیم از یکی از مسئولین استانها و این تعهدنامه ها رو هم دوستان باید، این دست ما نیست و ما هیچ ارتباطی نداره، یعنی فدراسیون دستور داده باید تمام راننده ها پر کنن و بدن. آیا کسی از دوستان هست اینجا که توی سایت ثبت نام نکرده باشه؟ ماشاءالله ماشاءالله یعنی هیچی ثبت نام نکرده دیگه، مصاحبه مجانی. یوتیلیا رو گفته بودیم اینجا ثبت نام شده، غیر از یوتیلیا بچه‌های آفرود دستشون رو دارن. شیرازی‌ها که خب معلومه ثبت نام می‌کنن. شما که می‌دونم مشکلی داشتید، شما چشم. اصلا فقط وقتی صداتون می‌کنن اونایی که ثبت نام نکردن بیان بگن. 1 2 امکان داره یه تعدادی تازه وارد باشن، یعنی شماره نداشته باشن. میدونید که شماره‌های بعدی بهشون می‌خوره. دستاشون برام بالا تو کلاس یک من ببینم چند نفر هستن که بیان شماره‌هاشون رو. نه تو داری رضا خب مثلا شروع می‌کنم بچه‌ها فقط سریع بیاید چون بچه‌های الان خیلی گرفتارن. آقای محمد شماره رو ببینید سریع از خان بانوان شماره 101 خانم زاره اومدن 101 رو بذارید کنار یه لحظه قطع کن خدا من نه اونجا همونجا 101 کیه؟ بچه‌های زنجان چند تا از بانوان شرکت کردن؟ سوال چنده؟ 102 بگیر 102 شماره نداره اون 2 نفری که قبلا بودن الان نیستن؟ آقای زاره شماره چنده؟ گل رفت شماره چند بود؟ 102 بودید دیگه. خب بگیرید دیگه من همه عرض می‌کنم. بچه‌ها آروم باشید که سریع انجام سریع صدر قانون حیدر جمالی 102 یه بار دیگه بیار 102 یه بار دیگه بیار 102 اسمتون بفرمایید. خب تشریف بیارید یه لطف کن ببین امضا بکن. آره خانم هدیه جمالی دختر خوبم بیان سریع 103 بودن. شماره 104 از زنجان بودن نیستن درسته؟ 105 خانم مریم وفوریو نداریم. شماره 106 خانم سعاده رضایی از تهران. آیا قانونی هست ثبت نام کرده باشه؟ بله یه نرزی بیارید جلسه تشریف بیارید. برید اونجا امضا جدید نقلی به شما شماره داده میشه ولی شما بعد از شماره نه 107 داریم چرا داریم؟ آقا 107 امید نومیدی مگه نیست؟ امید کجا هستن؟
رفتی کلاس 2 شمارت از بین نمیره اینجا شمارت میدونه 107 میون نمیتونه الان میره بعدش آقایون میشونم بریم آخر شماره 140 رو داریم اونجا؟ بله 140 ولی شما 140 نیستید شما آخرین بانو یعنی باید تو کلاس بانوان باشید مال کدوم استاد هستید؟ خب بگو یه نمی خانم اسمش رو بگه سلوچه اسمتون رو میگی؟ بله شما اسمش خانم نبیگی هم نازن ببینید ولی شما 141 نخواهی بود بعد از 106 آمد دیگه خود میدونه دیگه خب بریم سراغ کلاس 1 خب 107 بایگانی کنید آقای امید نومیدی نیستن رفتن کلاس 2 108 قاسم وکیلی راند قبلی کسی 109 رو داشت چون من تو لیستم ندارم 110 محمد صبوری آقای کیانی بودن از کرمانشاه به نظرم نیستن درسته؟ یازده بایگانی 112 داشتیم بچه ها صدیقه 113 112 بایگانی 113 بایگانی 114 بایگانی 118 آقای ایمان سلیمانی زاده قزوین هستن شرکت نکرده 119 علی حیدرنژاد از قزوین 120 علی عباسی تهران 121
121 هم نداریم. 122 محمد نجفی از زنجان. کدوم محمد نجفی؟ کدوم؟ خودکار بودی؟ 123 نداریم. 124 آقای جمالی عزیز از استان ارمغان. هم بایگانی کنید. 126 آقای جلیل رسولی از زنجان تشریف دارن. آقا جلیل بیاد. 127 وحید سعادتی از زنجان. محمد نجفی بیا امضا کن. محمد نجفی. های غلامی از استان فارس هستش؟ نیست؟ 128 آقای غلامی از فارس که نیستن. محمد قادری قزوین. محمد قادری رفته دو. صدوسی نقیبی مازندران. نقیبی هست؟ نقیبی بودو. یه زمینی راست یه کمی راست یک 132 نداریم. 133 آقای ترحمی نیومده. این ستا رو بایگانی کنیم. یه ذره میری راست. نه تا 135 جاری هست. آقای فیلم بردار 134 محمد رضا کامکار. نمیاد؟ نمیشم. بیا جلو. علی سلام. 135 آریان. شریفی گیران. سرچه من کامکار رو شرکت نمی‌کنم. 136 آقای آقایی از فارس تشبیه. آقای بهرامی از البرز 8 رضا بهرامی یک یا دو؟ رفته دو یا یک؟ آقایونی که در راند قبلی شرکت کرده بودن کسی هستش که اسمشو نخونده باشن کلاس یک؟ حالا دوستانی که کلاس یک جدید اومدن لطفا بیان اینجا همشون تشریف بیارم. یکای جدید بیان بغل بیان پایین شاید
بینشون یه قرعه کشی بکنید سریع اسمشون هم بگید از 141 به بالا بگید فقط به بچه ها بگید کدوم استانی به من و ایدن بیایید اینجا رو ابتدا کنید آقای حسین احمدی و آقای مشتاق اقبال از 2 اومدن یک درسته؟ شما چند؟ 138 اسمتون؟ رضا بیرون دیگه هستی ما کنم؟ من خونده بودم باید امضا بدم چند نفر جایی بود کلاس یک؟ 3 نفر؟ 3 نفر بودن؟ خب بریم کلاس 2 آقایون کلاس 1 فقط 3 نفر بودن آقای کسی دیگه ای هست در کلاس 1 بریم 2 کی؟ خودش نیست در طرف حواسش نیست 2-0 نداریم برای شما رو بزنیم بله سوال کرد چی شد؟ آقا کسی مونده دیگه؟ کیه؟ کجا میدونم؟ نمیدونم چند دیگه؟ 140 مهدیه؟ مهدی آقا اشتباهه کلاس 2 برو کلاس 2 داداش 2 الان نباید دوه؟ آره 2 چرا الان آوردی شد؟ اون شماره رو بریم 2 بریم 2 با بچه های کلاس 2 201 احسان بیات برو احسان احسان برو آقای احمد عسقری از قزوین از البرز ببخشید هست آقای عسقری برو احسان بزن 202 203 اسحاق رحمتی داریم؟ آره 204 فرزین قیامی از قزوین داریم؟ بچه های قزوین یکی جواب بده لطفا نداریم معذرت میخوام فرزین قیامی از گیلان امید قیامی داری؟ حقش بزنم رفت 4 این 4 هم بدید هست امید بگیر
برسا مولای 205 تهران. ازش هم بگید و هم برید. بچه 206 نداریم؟ ماشین نه شماره 206. کسی نبوده قبلا 206 داشته باشه؟ شمارش رو نه ماشینشو. بایگانی کن من نمیدونم شماره چیش داده شده. 207 آقای محمد محمدی داری؟ کدوم استانم؟ خوبی چند جا خوشی؟ من توی این مراسم گذاشتم آخره توی کرج بعد ستارک دانشگاه خوارزمی چی اینجا 208 حامد احمدی داری؟ الان پرسشی تموم شد به زنگ جان خوبه؟ حامد احمدی داریم یا نه؟ آره شما داریم حامد کدوم استانی؟ مجید قربانی مجید قربانی داری؟ نه نامه داده یه جا کارتون چرا نیمده؟ آره مجید قربانی در قضمی نامه داده نامش نامه داده بله نامه داده خب باشه بگی تو منم شما بگی برو شماره‌شو بگیر بیارید تعهدش هم بگیر به ما بده محمد اینو امضا بزنه بیاره بده خب حسین احمدی مزدی 210 شرط یک علیرضا قربانی رزمی دوباره 211 چند تا قربانی یه مجید داری علیرضا قربانی بیاد بالا 211 یاشار پاشایی 212 213 نداریم؟ من تو لیستم ندارم بس ندارم سجاد نصیری گیلان 214 سجاد آقا 213 رو بایگانی کنید 214 بده سجاد آقای خضری تا پایان جلسه توجیه بودو بشیم برگرد 215 216 217 اگه داریم میان تو من ندارم تو لیستم وجود نداره 218 یاشار نوردل گیلان بیا بالا یاشار 219 220 221 222 نداریم؟ مشتاق اقبال هم رفت یک مثل درسته؟ 223 رفت یک مرسا نوری هم که نیومده 24 درسته؟ خودش هم حاضر نمیده وحید بابولی 205 نیومده آره حسین زاده وحید حسین زاده حسن نیست 225 رو باید بریم حامد بلبلی 226 مازندران نداریم؟ مازندران 227 کسی نداره بایگانی کن 228 ایمان کریمی البرز هست 229 استاد رضا روستایی کجا
آمبولانس رفته. می‌خواستم 3 ثانیه براش بزنم. 29 رو بردم. 29 هم بده بشه. سعید مهرجوسی. سعید مهرجوسی نیست. دوستان کسی بوده راننده قبلی کلاس 2 اسمشو نخونده باشم؟ حامد جان تو عجله داری بیا شمارت چند بوده بگیر برو. خب از راند قبلی کسی کلاس 2 بوده که من اسمشو نخونم؟ کسایی که تازه اومدن راند 2 دستا بالا بیاین اینجا. دو نفری؟ چند شماره؟ 31 و 32 رو بهشون بده. چند شماره اونجا بوده؟ 31 و 32 رو بهشون بده. 31 32 اونجا کسی نبوده؟ نه نه. شماره تو برای شما. بعد تکی بیاد اینجا. خوابه چند؟ شما این لازم 406 رو حامد جدا کنیم بچه. آقا شما رو گرفتی بیا بالا. بیا اینجا شما بیا. شما بیا. آقا 512 و 406 رو واسه حامد سلیمی جدا کنیم. 500 حامد فقط بیا امضا بده حامد. آره. چی؟ کلاس تو یکی دیگه هم نه نمیشه الان نمیشه تا قبل از کلاس توجیهی تا قبل از بازی فردی میتونستان تو نامت رو بیار نامت رو بیار برو بیار بیاد یه چه اینقدر شما چی بیارش رو قطر قدیم بیار چیو بینیم؟ اسم چیو؟ خب بیار چیزشون نامت رو بیاریم کنیم کلاس خب کلاس دویان امیدی چند؟ امیدی کو؟ اینجایی شما امضا زدی؟ امید امیدی شماره چند شد؟ امید اون آقایی که رفتش 233 کی بود؟ چقدر 32 رو مدنش حاج داوود امیده حاج داوود 32 حاج داوود امیدیه نوشته مهدی 32 نه برنامه فرستاده رسید کجا بوده؟ این برای خودم من تو کلاس 1 مال 2 اون مال من اون آقا نه شما این برگر رو برو 23 و 26 چرا؟ نه 26 رو نمیتونی ببری اون 25 رو نه 27 مال مارشاله مهدی فقط از داستانه برو آره این ادعایی ندادیم چند ساله
نامه‌ای که زدن دیگه از دیگه آقا دو تا مشاور فنی، مشاور کمیته، مسئول فنی رو دیدم حالا باشه نه سه رو بکنم باید نامت رو آقا میریم سراغ جلسه. این علی خزی همیشه شلوغ میکنه ببخشید. این بعد آقا جلسه سعید ستاری اومده؟ تشریف بیارم 301 سعید ستاری علی فردا اومده 302 مازندران نیومده؟ آقا مسئول مازندران کی الان من ببینم با کی صحبت کنم مازندران آقا اسکندر بیایش اینجا علی فردا اومده بیایید رو برم سلام سلام فکر 319 320 نداریم بایگانی 23 که نداریم بایگانیش 324 آقای مهدی شهری افتخار مهدی شهری 23 داریم 23 داریم یا نه؟ نداریم کی؟ سی 326 نداریم 327 مهدی محمد اندیکلایی از استان تهران حیدر پیشدادی اومده؟ نه 328 هم بایگانی کنیم امیر موسویان 329 مازندران عبدالله هاشمیان 330 عبدالله هاشمیان داریم؟ آقایون کسی کلاس 3 از راند قبلی هست که اسمش نخونده باشم؟ شما؟ بیا جلو خب اونایی که جدید اومدن راند 3 تشریف بیارن جدید اومدن توی کلاس 3 ببخشید راند 2 کلاس 3 ببین بذاریم چند نفرم؟ چند نفر؟ 2 نفر اشکانم هست؟ 2 نفر نه خب اشکانم یه هست سکبار رو همیشه اشکان؟ رفت داره؟
شرکت نکنید. آقا 3 نفر لطفا بیان. از 331 شماره رو بدید. بیا بالا اشکان بیا بالا. اشکان شماره. اشکان داره رفیقی. آقا این داد برش کن. اشکان بیا. البرزی. بیا اینجا. شمارت رو بگید. آقای بیا اینجا. بیا اینجا سلمون صوفیان. استاد کجا؟ استاد رضا زنگ زده بود. محمدی کدوم استاد؟ بنو اشکان. برو برای کار. خب کلاس 3 هم تموم شد. بریم سراغ کلاس 4. بچه‌ها ممنون واقعا از همکاریتون. خب دوستان عزیز، همونجور که همتون میدونید با نظر جمعی افراد، جمعی ورزشکاران، رؤسای کمیته ها شماره 401 به احترام پوریا حسین کاپیتان تیم استان تهران بایگانی شد. به یاد شطفه کف مرتب بزنید. روح شاد باشه و یادش بر لبها جاری باشه. شماره 402 آقای وحید نوریزاده از استان فارس تشریف بیارید. چهارصد و 404 نداریم؟ 403 404 آقا 403 404 بایگانی. 405 کاوه رحیمی. کاوه رحیمی نیست؟ ها؟ استان کاوه رحیمی. کلاس چند؟ کاوه رحیمی کدوم استان؟ ولی شبیه آن که رولبارش رد شده آقای حامد سلیمی هم که 406 گرفت. 407 408 نداریم؟ بایگانی. آقای رمضانپور هم مازندران 409 تشریف دارن؟ علی اسدی گیلان هست؟ 410 بایگانی. 411 نداریم؟ آقای عبدالعزیز از استان فارس اومدن؟ 412 بایگانی. نداریم؟ 415 414 بایگانی. 415 مرتضی صابونی شرکت نکرد. علیرضا محمدزاده نیستن. خودت مهدی جان، مهدی از گرزاده 417. بیا بالا. علی فلاح اومدن از گیلان. 418 بایگانی. 419 رولا هست. سلیمی رولا جان بیا. آقا به افتخار رولا.
آقای دانشپژوه حقوق اومده حقوقی البرز 420 آقای دانشپژوه از البرز ما آخر نفریم ایشون مرکزی یا قوم البرز کجاست کنم بیا اینجا این هم بده چهارصد و 21 نداریم 422 جناب آقای زکریا برنامه‌ریزای کرمانشاه زکریا 422 427 نداریم 428 مهدی بکایی هم که مسابقه نمیده نه مهدی بکایی 428 به توی بایگانی 427 کیه؟ نه سجاد که بایگانیه کلا به افتخار سجاد دبیری به اسلایم دور قبل 427 425 دیبا فروزان خب دیبا جا وقتی میخونم رد میشم بگید هستم دیگه دیبا رو پایگانی کردم 26 کیه؟ بیا دیگه محمد رضا مهرابی 426 آقای مالمیر از استان قزوین نفر سوم کلاس 4 و نفر سومی که تونست بهترین تایم رو بزنه در راند قبلی تشریف دارن؟ حسن هست؟ بیا اینجا حسن 29 حسن شمارات رو بگی شمارات رو بگی بیا بچه ها لطفا شماراتون رو به خاطر بسپارید اماد 430 اماد عباس‌زاده از گیلان دوست قدیمی خودم خب آیا از راند قبلی کسی در کلاس 4 باقی مونده من اسمشو نخونده باشم؟ یونان مسابقه داشت قاسم. کی؟ قاسم. الان میخواد کلاس 4 شرکت کنه. باشه الان شماره‌شو میدونی؟ نه. از راند قبلی کسی باقی مونده؟ نمونده. کیا کلاس 4 جدیدن؟ فقط قاسم؟ فقط؟ اینجا هستم. بیا کلاس 4 یا بیان؟ بیا من قرعه چند نفرن؟ بابا. از 31 رو میتونی بدید. بچه ها فدراسیون هم رسید به افتخار آقای مونوی که بالاخره تشریف آوردن ایشون از تهران نیومدن از بندرعباس تشریف آوردن اونایی که ثبت نام نتونستن بکنن چه راننده ها چه کودرایور ها چه یوتیوی ها چه کودرایور های یوتیوی بعد از این که صحبت های من تموم شد باقی بمونن آقای ساجد منعمی که از فدراسیون تشریف آوردن کار ثبت نامشون رو انجام میدن چند شده؟ بیا اینجا بیا برو آقا بیا شما را مرداد فتحی
3 اضافه شد درسته؟ آقای فرزاد فتحی، آقای بابک مقدم و آقای قاسم محمدزاده ملقب به قاسم 35 با شماره 435 اسپانسر مسابقه هم هست به افتخار آقای قاسم 35. بچه‌ها دوباره دارم تاکید میکنم دوستان عزیزی که موفق نشدن ثبت نام کنن الان نه ها، بعد از که یوتیوبیا رو خوندم، بعد از اینکه یوتیوبیا رو خوندم دوستان عزیزی که موفق به ثبت نام در مسابقات آفرود یا مسابقات یوتیوبی نشدن، چه راننده چه کودرایورشون تشریف بیارن اینجا تا ثبت نامشون رو آقای مولمی انجام بدن. میریم سراغ یوتیوبیا. ثبت نام نکرده نرید بچه‌ها، کیک میشه، فردا نمیذارن برید تو پیس. خب بچه‌ها دارن آقای جنت‌ها دارن فیلم میگیرن، ازتون خواهش میکنم همه راننده‌ها شماره‌هاشون یه بار بیارن بالا، همگی با هم بیارید بالا. یه فیلم قشنگ گرفته. شماره‌ها بالا، شماره تو کارت باشه. شماره ها بالا. ماشاءالله. خب بریم سراغ یوتیوبیا. ممنون از همتون. دستتون در. آقای میشه خواهش کنم پایین رو پایین برگزاری مسابقه کشیدیم. خیلی سپاسگزاریم ازتون. به افتخار آقای سعید قائمی که خیلی زحمت کشیدن. خب 514 آقای محمد فرزنده از استان اصفهان. آقا محمد علی فلو استان گیلان که نیست. چه قسمتی شرکت میکنین؟ کلاس 4. شماره آقا موفق باشی با آرزوی پیروزی. آقا شما چه کلاسی شرکت میکنین؟ کلاس 2 هستیم، بالای 2500. جان؟ بالای 2500. بالای 2500. اون بیار بالا. آقا اشاره که آرزوی موفقیت برات میکنیم. آقا شما چی در نرو. شما کلاس چندی؟ کلاس 5. یعنی چند سیسی میشه؟ یو تی وی. احسن. شمارت هم بیار بالا. ممنون. مرسی. آقا شما کلاس چندی؟ کلاس 1. یعنی چند سیسی؟ 2400. شمارتون چنده؟ 143. ببینم. آقا با آرزوی موفقیت برای شما. شما کلاس چندی؟ کلاس 2. کلاس 2. یعنی چند سیسی میشه؟ 3500 سی. 3500 سیسی. شمارتون 218. آقا به امید موفقیت و پیروزی برای شما. سلامت باشید. ارادتمندم. شما کلاس چندی؟ کلاس 3. کلاس 3 یعنی چند سیسی؟ 3500 تا 4500. تا 4500. شمارتون چنده؟ 303. ببینم. احسن، با آرزوی پیروزی شما دیگه. شک نکن که پیروز آقا. احسن. شما تو کلاسی چندین؟ کلاس 3. یعنی چند سیسی میشه؟ 3500 تا 4500. تا 4. احسن. شماره چند؟ 318. شمارتون رو ببینم. بله. اینقدر پیچیدیمش احسن. ایشالا به موقع موفقیت شما. آقا شما کلاس چندی؟ کلاس 3 هستم. کلاس 3. یعنی چند سیسی؟ همون 3500 تا 4000. تا 4000. شمارتون چنده؟ 333. 333. آقا ایشالا که شما موفق باشی با سلامتی. آقا ببخشید شما کلاس چندی؟ کلاس 2. یعنی چند سیسی؟ از 2500 تا 3500. تا 3500. شمارتون؟ 233. آقا ایشالا به امید موفقیت شما. مخلصیم. خانم شما کلاس چندی؟ من شرکت کننده نیستم. شماره داشتین آخه. شماره یکی دیگه. الان دیگه تصدیق میشه عمومی. این اکتا شهر نشه. نه نمازی. این
حاج نبود شما تو کلاس چند شرکت میکنی؟ چی؟ شما تو کلاس چند شرکت میکنی؟ من ابتدایی. آچار دارم. آقا شما کلاس چند شرکت میکنی؟ من کلاس 4. چند سیسی؟ 4500 به بالا. شمارتون؟ 430. ببینم 430. آقا ایشالا که موفق باشید. خیلی ممنون. چون شیطی الان داره حق من نمیدی؟ نه چرا دروغ بگم؟ چون ما تصویر خواهشون ما بارها سر این مسئله صحبت کردیم و ما فیلم گرفتیم، حتی جوش رو ما آموزش دادیم که آقا این جوش درسته، این جوش غلط. مگه شما ندید آقای همه دیدیم. من الان نه، من حق شما نمیدم. اگر از من پرسون میگم نمیدم. اگر ببخشید تیم تهران هم بودش که من به هر صورت از تیم تهران بلند شدم اومدم دیگه. الان ما یکمون هست شد نه الان ببین قزوین رو من حذف کردم. آقا شما کلاس چند شرکت میکنید؟ کلاس 4. یعنی چند سیسی؟ 4500 سیسی به بالا. شمارتون؟ 432. آقا با آرزوی موفقیت برای شما. ممنونم. یه دونه عکس بگیر، من نگاه. یه دونه عکس بگیر. اما یادش بگیر. منم اینجا باشم. آقا 1 2 3 1 2 آقا این عکس برای چیه؟ نه فردا چه خبره؟ فردا چه خبره؟ یادگاری تیم گیلان. فردا قرار گیلان بهتر کنه 20. شما جنگه؟ حدی بگه. آقا این عکس برای چی بوده؟ احسن. قرار فردا بهتر کنیم. احسن. آقا این تیم کجاست؟ فارس. استان فارس؟ فارس. احسن. چند نفرین؟ خیلی چند تا؟ احسن بر شما. آقا به نظرتون کدومتون اول میشه؟ احسن بر شما. احسن. ما صحبت کردیم. بیا بچه‌ها بگیرید. باش بگیرید. ما صحبت شمارتون میگیریم؟ بابا داره فیلم میگیره من خدا. نه خب عکسم میگیرم. همه هر چی بگیریم من میگیرم. وایسی بچه‌ها. آرمان وایسی. آرمان. شمارات وایسی. سعید بیا قبل. نه قشنگ همون باشین. همش از تو این. شکمم توه. حرف توه. ها خوبه. 1 2 آقا دست جمعی بدین استان با آرزوی احسن بر شما. مشت و قطعش کن. بده چی؟